ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 54. خارقه دولتداری نیاگانی ما هم در عهد تمدن آریایی و هم در آستان نفوذ اسلام به معجزه شباهت دارد که در لحظه های واپسین رسیدن به ورطه تنزل با سختی های خاراشکنی دوره تشکل و احیا شوی را از سر گذرانیده از حوادث ملت کوش تاریخ در امان مانده است. امپریای مصر قدیم با وجود تمدن عالمگیر و شکوه و آوازه 30 قرن دولتداری فرعون‌هایش بعد استیلای اسکندر مقدونی و تاخت و تاز قیصران ریم تدریجاً از میان رفته در آستان نفوذ اسلام زبان و رسم الخط و هویت ملی و فرهنگیش را کاملاً از دست داد. دولت ابرقدرت بابل با مناره آسمانگیر و باغ معلق معجزویش از اثر فتوحات مقدونیان و سلجوکیان به زیر تأثیر تمدن ایلینی و سپس تمدن اسلام فتاده کل ارزش‌های ملی و آیین دولتداریش را به باد فنا داد. ولی نیاگان ما صرف نظر از فشار و تأثیر تمدن ایلینی، بودایی و دیرتر آیین اسلام رستاخیز عجیب و عبرت‌آموزی را پسی سر کرده ضمن برخورد و بهره برداری از این تمدن‌های بیگانه احیای جدید زینه نوین بالا روی و کمالات را پیموده به پایه تازه انکشاف خیش رسیدند. تمدن آریایی که یکی از قدیمترین و بانفوذترین تمدن‌های بشری است، به خصوص هنگام دولتداری متمرکز هخامنشیان شاهنشاه آریایی شهرت جهانی یافته، با ریشه‌های تاریخی، ارزش‌های معنوی و اصالت زبانیش از سرزمین هند تا کناره‌های یونان دامن گسترده است. در عهد هخامنشیان مقام و مرتبه تمدن آریایی خیلی افزوده در میان قوم و قبیله‌های آریایی نژادی سرزمین شرق نزدیک و آسیای میانه، قرابت عنصرهای نژادی، انگیزه‌های همسان اتنیکی، عمومیت زبانی، همرنگی رسم و آیین و مذهب و اخلاق، نهایت مرزهای مشترک جغرافی، مرکزیت یگانه دولتداری، تقدیر عمومی تاریخی و غیره باعث گسترش رابطه‌های اقتصادی و فرهنگی و معنوی و اجتماعی گردیده کل قوم‌های آریا را باز با هم دیگر نزدیکتر و متحدتر نمود. کوروش کبیر به نخستین امپریای متمدن آریایی بنیاد گذاشته است که تا زمان لشکرکشی و کشورکشایی های اسکندر مقدونی در تاریخ تمدن بشری نظیر نداشت. امپریای تأسیس داده او مطابق معلومات کتیبه های دارای بزرگ و مورخان یونان قدیم چندین دولت های جهانی کهن، پارس و ماد، بابل و آشور، مصر و فینیکیه، لیدیه و اورارتو، پرفیه و گیرکانیه،
باختر و سوخت و غیره را در قلمروی 22 ولایت متحد نموده در حدود 3 قطعه عالم، آسیا، اروپا و افریقا دامن گسترده بوده است. کوروش در تاریخ تمدن بشری با سیاست عاقلانه کشورگشایی، تأسیس امپریای توانای و متمرکز آریایی، اصول نوی اداره کنی و شکل مکمل دولتداری، اصلاحات امور سپاه و نظام لشکر، گسترش تجارت و تدبیرهای راهسازی، علل خصوص پایداری عدالت و پشتیبانی حقوق و منزلت جمله خلقیت‌های ساکن قلمروش شهرت جهانی پیدا کرده است. اعلامیه تاریخی کوروش باشد از جانب عالمان و مورخان همچون نخستین اعلامیه حقوق بشر اعتراف شده است که نظام عادلانه، انسان پرورانه و دنیوی دولتداری را پشتیبانی می کرد. کوروش کبیر در میان شاهنشاهان عهد قدیم یکی از عاقل‌ترین، با انصافترین، کمازارترین و دوراندیشترین شاهنشاه بود که با تمدن آفری و دولت سازی، انسان پروری و عدالت پیشگی و رفتار و اخلاق حمیدش نفوذ عالمگیر یافته است. نیاگان ما در آن دوره‌های دور تحت پرچم کوروش کبیر نه تنها یک دولت مقتدر و متمرکز مشترک، بلکه تقدیر مشترک، تاریخ و فرهنگ مشترک، زبان و خط مشترک و رسم و آیین مشترک را بنیاد گذاشتند که از سرچشمه تمدن آریایی آب می‌خورد. تقدیر دولتداری کوروش و تقدیر دولت امروزه تاجیکان خیلی شباهت دارد که روحیه وحدت و متحدسازی ملت، پشتیبانی صلح و عدالت، گسترش تجارت و اقتصادیات و بنیادکاری و آبادانی، اصلاحات نظام لشکر و تکمیل اداره کنی مملکت از جمله این مانندی و هم آهنگی هاست. امروز ملت تاجیک از فراز و شیب تاریخ و آزمایش های سخت و سنگین 100 ساله ها گذشته باشد هم زبان مادری، علم و ادبیات عالمگیر، اصالت تاریخی و فرهنگی و هویت ملی خیش را نگاه داشته است که از همان جوهری گومانیستی تمدن آریایی و دستاوردهای پرارزشی تمدن اسلام غذا می گیرد. محض از شرافت استقلالیت ما بر ریشه‌های دوری تاریخی ملت خیش رو آورده سال 2006 را سال بزرگ داشتی تمدن آریایی اعلام داشتیم. هدف از این تدبیر نه تلقین غایه های نجات پرستی و ملتگرایی، بلکه رو آوردن به سرچشمه پاک و زلالی افکاری فرهنگی گذشتگان است که قدر و قیمت استقلالیت و آزادی را برای نسل‌های من بعد افزوده، آنها را به بنیاد دولتی صاحب استقلال پیشرفته، ترقی خواه، صلح دوست و متمدن هدایت می کند. آزادی و استقلالیت در هر دور و زمان نعمتی بی‌بها و والای حیات انسان، نشانه برجسته سیما و تشکل تاریخی، کفیل پیشرفت، رمز اصالت و هویت و شرط بقای ملت و پایداری دولت می باشند. گذشته از این، استقلالیت مظهری ایدئال و آرمانهای تاریخی، شناسنامه بین المللی، ضمانت هستی واقعی و شرافت و اعتبار جهانی ملت است.
تجربه بشری ثابت می سازد که آزادی و استقلال با آسانی به دست نمی آید. ما ملت‌ها و خلق‌های زیادی را می دانیم که در گذشته نه چندان دور برای دستیابی به استقلالیت 10 سالها پیکار نموده اند و در این راه هزاران فرزندان آگاه و اصیل خود را از دست دادند. اگر ما روند ظهور و تاریخ تشکل استقلال ملتمان را عمیقاً بررسی نماییم، روشن خواهیم دید که راه به سوی استقلالیت دشوار و طولانی، پر از شیب و فراز و سرشار از مبارزه و اشتباهات و روندهای اختلاف‌آمیز و ضدیتناک بوده است. ولی در نهاد ملت ما عامل‌های بنیادی احیای تدریجی استقلالیت همیشه وجود داشت که اصالت و هویت استوار و عملاً شکست ناپذیری تاریخی، سنت‌های بیش از 3000 ساله دولتداری، ارزش‌های بزرگ و سازنده اجتماعی، فرهنگ و معنویات غنی و غیره در اصل شاه ستون‌های حیات فعال و تاریخی ملت ما بودند. آرمان استقلال فرزندان مبارز، وطن دوست و دانشمند ملت را همواره به نگاه داشتن هویت ملی، تلقین و تحکیم آیین دولتداری، تأمین پیوند ناگسستنی نسل‌ها و نهایت حفظ استقلالیت وطن و پایداری تمدن اجدادی راهنمایی کرده در دوره‌های مشکل زندگی به آنها نیرو و توان بخشیده است. ولی متاسفانه بعضی قلمبدستان تقدیر ملت تاجیک را طرز تصویر می کنند که گویا روح مبارزه های میهن پرستی و تلاش های استقلال خواهی برایش خواست نباشد. آنها مقام و منزلت و سیمای واقعی ملت ما را با بهانه‌های فروتنی، کنارجویی از جنگ و نبرد، بردباری و مراساکاری، صبر و تحمل غیر عادی و دشمنی نورزیدن آگاهانه کم میزنند. برخلاف گفته و نوشته های بدخواهانه و غرضناکی بعضی مؤلفان، نیاگان تاجیکان در تمام دوران هستی اجتماعی خود مردم مبارز، فداکار و وطن دوست بوده، تلاش و پیکار برای وطن، حفظ استقلال و آزادی و نبردهای بردوام و بی امان بر ضد همه گونه دشمن در روح و روان آنها سخت ریشه‌دار بوده است. تاریخی چندین هزار ساله ملت تاجیک اصلاً تاریخی مبارزه های سخت و سنگین و جانبازی های پر از فاجعه برای استقلالیت و آزادی، بنیاد و حفظ دولتداری ملی و با مراسای و مدارا، حسن تفاهم، زیرکی و بیداری رهیدن از چنگال رقیبان سرسخت می باشد. به شهادت تاریخ، تاجیکان بارها با دشمنان و استیلاگرانی روبرو شده اند که نیرومندترین قدرتی زمان خود بودند، ولی آنها با جسارت و متانت، فداکاری بی مثل و مانند، زیرکی و فراست فطری تدریجاً به دست آوردن اداره ملک و آیین دولتداری میان ابرقدرتان مغلوب ناپذیر را شکستند. تاریخ دوره‌های هجوم و تسلط اجنبیان شهادت می‌دهد که ساکنان شهرهای قدیمه و روستاهای زیاد نیاگان ما
برای آزادی و استقلال تا فردی آخرین مقاومت نموده در نبردهای نابرابر قهرمانانه هلاک می شدند. واقعاً یک رکن فعال این مبارزه های استقلال خواهی زنان و دختران فداکار بودند که در لحظه های دشوارترین تاریخ نه تنها مردانوار جنگیده مرگی با شرف را از تابعیت و اسارت اولاتر دانستند، بلکه به نظام اداره ملک و تخت و تاج قیصران و شاهنشاهان اجنبی راه یافته برای نجات وطن و آرمانهای استقلال جانبازی ها کردند. به مقابل اسکندری مقدونی مغرور و جهان ستان شوریده 2 سالی تمام با لشکری بیشمار و شکست ناپذیری او نبرد و پیکارهای بی امان بردنی سپیتمین صفشکن مگر دلیل مبارزه های استقلال خواهی نیست؟ بعد مرگ سپیتمین نبردهای آشکار و نهان را در قسمت جنوبی قلمرو باختر و سوخت. به مقابل اسکندری مقدونی ادامه دادن کتن و در نبردهای محاربه نابرابری منطقه‌ای پریتکین قهرمانانه هلاک شدن او مگر از ادامه تلاش و پیکارهای میهن پرستی و آزادی خواهی گواهی نمی‌دهد؟ گذشته از این، موافق دلیل‌های ردناپذیر مورخان یونانی، به تخت اسکندری مقدونی هم نسب ما رخشانه دختری وخشورت همسری شرقی و اسیره مقدونی ها نشسته در اطراف خود و پسری خردسالش اسکندری چهارم نیروهای خیرخواه و نیک مظهر از جمله اشرافانی باختری را گرد آورد و 12 سالی تمام تا لحظه او را زهر داده کشتنی رقیبان سرسختش امپریای بزرگی مقدونی ها را اداره می کرد. و عجابت چرخ تاریخ و ادامه تلاش های استقلال خواهی در آن است که بعد مرگ رخشانه به عرصه سیاست و دولتداری ایلینی اپامه دختری سپیتمین آمد که او همسری امپراتوری نوی مقدونیان سلیوک بود. پسری آنها انتیاخی یک در دوره زندگی پدرش سلیوک شریک قانونی سلطنت سلیوکیان گردیده حکمرانی حدودهای آسیای میانه از جمله ولایت‌های باختر، سوخت، مرغیان و پارت را به عهده داشت. نبیره سپیتمین انتیاخ در قلمرو ملک اجدادی سیاست مراسای و مدارا را پیش برده خود را وارثی آریا شهر می حسابید. چنان که می بینیم با وجود نفوذ تمدن ایلینی، اصطلاحگران مقدونی در سرزمین اجدادی نیاگان تاجیکان باختر و سوخت به مبارزه های شدید استقلال خواهی، فرهنگی بلند پایه آریایی، نظامی پیشرفته دولتداری، دینی صاحب کتابی دارای جوهری والای فلسفی و اخلاقی و از همه مقدم بروحی بی شکستی فرزندان آزادی پرست و قوی اراده و زیرک و تدبیرساز دوچار آمده بسیار دستاوردهای تمدن آریایی را پذیرفتند. این گونه مثالها در روند تاریخی فاجعه بار و پر از شیب و فراز ملت ما کم نیستند. بیایید دور نرفته دوران استیلای عرب و تاخت و تاز ترک ها را پیش نظر می آریم. مگر خاندانی برمکیانی بلخ نبودند که دخالت خلفای عرب را در نظام دولتداری کوتاه کرده
تمام امور اداره امپریه پهناور را به دست آوردند و برای آبادی و پیشرفتی تمام جبهه‌های حیات اقتصادی و مدنی خراسان و ماوراءالنهر تدبیرهای عاقلانه می اندیشیدند. مگر حسن تدبیر ملکه بخارا ختک خاتون و پسرش تغشادن نبود که با زیرکی و خوشنوازی و ارسال خراج و پاداش‌های مناسب تجاوز لشکری خونریزی عرب را از فتح بخارا و خرابسازی آن مدت 10 سالها کوتاه کرد. مگر وردان خدات نبود که نیروی متحده سغدیان را به مقابل تواناترین و مکارترین لشکرکشی عرب قتیبه ابن مسلم برخیزانده او را به محاصره گرفت و شکستی سخت داد؟ مگر سرلشکری خودپسندی عرب و والی خراسان اسد ابن عبدالله نبود که با سپاه افزون و جنگ دیده در طول 10 سال 3 مراتبه پی در پی به ختلان لشکر کشیده از جانب پیشوای ختلانیان شهبال و بدر ترخون شکستی شرمنده‌بار خورد؟ مگر ابو مسلم خراسانی نبود که بر ضد امویان اسیان برداشته همچون سیاستمدار، لشکرکش و تشکیلاتچی ماهر لشکری سیر شماری آنها را در نیهاوند شکست داد و قلمرو خراسان و ماوراءالنهر را تحت وصایت خود آورده با حسن تدبیر و زیرکی نخستین والی خراسان از میان مردم محلی شد. به قول دانشمندی توانا ذبیح الله صفا، هدف اصلی قیام ابو مسلم احیا و تجدید فرهنگ ایرانی و برانگیختن ایرانیان از خواب 100 ساله و آماده کردنشان برای برانداختن سیاست نژادی عرب و باز پس گرفتن استقلالی از دست رفته بود. و خاندان خلفای عباسی از شهرت روزافزون و اندیشه های استقلال خواهی این سرآمدی جوان مردان خراسان هراسیده او را در عین کمالات سنی 35 سالگیش با مکر و حیله کشتند. مگر شورش و مبارزه های پی در پی فرزندان با ننگ و ناموس و برومند ملت ما سنباد مغ، دیوشتیچ، غورک، مقنع، بابک، شاهبال، تیمور ملیک، محمود تارابی و ده‌های دیگر از روح مبارزه، آزادی خواهی، میهن پرستی، صلابت و جوانمردی، حسن تدبیر و زیرکی و آرمان‌های والای استقلال خواهی شهادت نمی‌دهد؟ گذشته از این در تاریخ خلق ما جنبش‌های بزرگی سربداران معروف است که در آن 10,000 افرادی وطن دوست تحت شعاری مقدسی زندگی با شرفانه یا سربدار در مدت 10 سالها پیکاری آزادی خواهانه و فداکارانه نمودند. این مقاومت های وطن دوستانه و آزادی خواهانه در عصرهای من بعد نیز در شرایط باز هم سنگین تری تاریخی ادامه یافت. حتی تلاش و پیکاری بیش از 30 ساله فردوسی در نگارش شاهنامه نمونه عالی وطن دوستی و استقلال خواهی بوده با تصویر تاریخی پر افتخاری سلسله پادشاهان پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان، شکوه و شهامتی فرهنگی قدیمه و آیین دولتداری نیاگان ما را فزوده دمی شمشیر خونریزی بیگانگان را کند ساخت
و صفشکنان اصطلاحگر را با تمدنی چندین هزار ساله‌ای گذشتگان ما آشنا نموده ملت ما را از خطری پراکندگی و نابود شوی رهانید. فرزندانی فدایی و بناموس ملت ما در همه دور و زمانها، علل خصوص هنگامی استیلای مغول نژادان، در جای با سلاح و سپاه، در جای با زیرکی و حسن تدبیر، در جای با خرد و فرهنگی والا، در جای با هدایت و پند و حکمت و در جای با مراسای و مدارا تلاش‌های استقلال خواهی بردند که این عامل‌ها با افتخار ملی و احساس وطنداری پیوندی ناگسستنی دارند. از این جهت فرزندان آگاه و فرزانه ملت ما از افراد اساطیری نمونه اجتماعی شده رستم دستان، سهرابی یل، سیاووش جوانمرگ و پادشاهانی شجاع و وطن پرور، کروشی کبیر، دارایی بزرگ، سپیتامین، وخشورت، کنیشکی بزرگ، خسروی انوشیروان، طاهر ابن حسین، عبدالله طاهر، یعقوبی لیس و به خصوص اسماعیل سامانی، تجسمگری برجسته روح توانای و بی شکست، آمیزش جسارتی عاقلانه ارثی و اراده با ثبات، تلاش‌های خستگی ناپذیر دولت سازی و دولت داری و تحکیم آزادی و استقلال بودند. به شرافت تلاشی بر دوام و پیگیرانه آنها، آیین دولتداری ما تاریخاً بنیادی نیرومندی معنوی و اصالتی فرهنگی کسب کرده، در گهواره دو تمدن بزرگ عالم، تمدن آریایی و تمدن اسلام به کمال رسید و این تمدن‌ها را تدریجاً رشد و نمو و شهرت جهانی بخشید. تاجیکان در درازای تاریخ با زیرکی و حسن تدبیر، عقل و دانش و خردی ازلی خود در کارهای دولتداری نقشی برجسته بازیده، با فرهنگ عالم شمول، نظامی تشکل یافته، دیوانداری و اداره کنی، سنت‌های اصولاً قوی و زبانی شیوا، در برابری نگاه داشته توانستنی هستی خود در رشد و گسترش تمدن جهانی سهمی ارزنده گذاشتند. ما امروز افتخار داریم که تاجیکان از جمله قدیمترین ملت‌های جهان بوده، با آثاری گرانبهای مادی و معنوی خود برای پیشرفت فرهنگ و معنویات خلق‌های دیگر، از جمله خلقیت‌های منطقه آسیای مرکزی، خدمتی شایسته کردند. تجربه ارزشمندی تاریخی مبارزه برای آزادی و استقلال در عصر بیستم، در دوران نهایت مرکب سرنوشت ملت تاجیک اهمیت فوق العاده حیاتی داشت که به آن جامعه شناسان و تاریخ نگاران ما توجه جدی نکردند. شنونده‌های گرامی، شما گفتار 54 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ، از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.